برادران عزیز و خیلی گرامی، حتی در حدیثایی که از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به دست ما هست، انشاءالله من از این حدیثای پیامبر گرامی برای شما خوانم که میگد جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و سلم، یک مرد آمد پیش پیامبر نازنین ما، عجیب یک سؤال زیبا کرد. گفت ایو صدقه اعظم اجرها. گفت پیامبر نازنین، در بین همین خیر و احسان ها کدام صدقه، کدام خیر بزرگتر است، پاداشش بلندتر است و پیش خداوند محبوبیت دارد؟ برادران عزیز، سوالم سوالی زیبا، جوابش با از این ده زیباتر. پیامبر چی گفت؟ گفتن ان تصدق و انت صحیح شحیح تعمل الغنا و تخشى الفقر. گفتن بهترین صدقه، گفتن همون صدقه هست که اون صدقه چگونه صدقه باشد؟ پیامبر گفت وقتی که تو صحیحی، صحیح به معنای که امکانیت داری، یعنی امکانیت داری، مبلغ داری که تو او را مقصد برای برادرات، برای خواهرات، برای درمانده ها تو وقتی احسان میکنی، میگه تو در همون امکانیتت هست که انشاءالله تا از سر او مالت احسان و خیر کنی، او امکانیت داری. یعنی همه او کلید خزینه ها و همه بگیم همون امکانیت ها و همون فرمان ها و همه در دست تای. انامون زمان وقتی میگه تو صدقه میکنی و در خیالت میگه یک چیزی میگذرد، تعمل الغنا و تخشى الفقر. وقتی تو مبلغ جدا میکنی میگوی من این را باید احسان کنم و خیر کنم، زیرا خدای من در عوضش مرا اجر میده، مرا ثواب میده، مرا هم مبلغ میده، هم گناه مغفرت میکنه. میگه در ذهن تو شیطان چنین وسوسه های را میارد، نکن که تو به فقر میری، تو به کمبغلی میری. ببین تعمل الفقر، تعمل الغنا و تخشى الفقر، تو را از کمبغلی میگه شیطان میترساند و در ذهن تو هر خیل خیالا میارد. میگه تو این مبلغی را که حاضر برآورده احسان میکنی، تو به این میتونی که یک کاربار دیگری تا انجام تی. لیکن پیامبر میگه تو این سخنهای شیطان وقتی یک طرف میگذاری و بازم این برده مبلغ گذاری میکنی، احسان میکنی، خیر میکنی، پیامبر گفت بهترین صدقه این صدقه است. حتی در دام سخنش پیامبر با چی گفت؟ ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولی فلان کذا الا وقد کان لفلانین. پیامبر گفت هیچگاه ای امتی من، ای امتی با غیرت من، ای امتی با رحم من، هیچگاه برای خودتان مهلت نگیرین که پگاه میکنم، روزی دیگر میکنم، تا جایی که حتی جان به حلقتان آمد و بعد یکی احساس کردین و بیدار شدین که این دنیا وفا نداشته است، باید حتما من این کارا را میکردم. انکه اونجا در وقتی میگه شما میبرارین و بعد مبلغ گذاری میکنین، این دیگر به نفع شما نیست، این به فایده شما نیست. دیگر ایرا برده فلانی را بته، ایرا برده فلانی را بته. پیامبر گفت به تو هم دیگر وای از فلانی میشود. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، سخنهای پیامبر، آیتهای قرآن خوب گوش اندازین که چی به خدا قسم یا مرحمت های. خیلی کمین ماه مبارک رمضان می آید و ما از این روزه می داریم، ما تلاوت قرآن میکنیم، ما از این مقصد گرفتن ثواب داریم که این ماه غنیمت است، این امروز تا پگاه بود می شود. این مرحله که حاضر آمده است اینم غنیمت های برادر عزیز. از خدا امید است که اینم حیات کم دارد، اینم یک دشمنی هست، بگیم این وبا هم که دشمنی مغلوب شونده است، این حتما می شکنه، این حتما از بین می رود. لیکن در این بین این خدمت ها و این احسان های کردگی من فایده جان، فایده آخرت، فایده دنیا ما و شما می شود. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. میگه پریشان کنیم روز ای گنجینه جوست، پریشان کنیم روز ای گنجینه جوست، که فردا کلیدش نه در دست توست. بینه بر کف دست هرچی هست،
که فردا به دندان گزی پشت دست. خدا رحمتت کنه شیخ سعدی. برادرای عزیز، ببینین چه عزیزای خوب داریم، چه نصیحتگاه بهترین داریم. گفتی حضرت مولوی گوش باید که بشنود این را. برای این سخنها گوش در کار برادرای عزیز که این سخنها را گوش کنند. پریشان کنیم امروز ای گنجی نجوست که فردا کلیدش نه در دست توست. مقصد امروز تا غنیمت بشمار، با فردا نگذار که فردا مقصد او کلید دیگر در دست تو نیست، دیگر او سپارش های دست تو می روند، دیگر امکانیتی را که امروز داشتی این امکانیت شاید فردا در دستت نباشد. عزیزی خدا را بینه بر کفی دست هرچی هست که فردا بدندان گزی پشتی دست. بکن بچه میگه که دنیا را پدرود میکنی میروی، ولی انگشت حسرت میگزی، بین انگشت پشیمانی میگزی که چرا مقصد این کاری که در دست من بود امکانیتی بود چرا من این را مقصد انجام ندادم. من برای شما برادرای عزیز یک قصه را پیش میارم. میگه یک نفر پیش پیامبر گرامی آمدن، گفتن حضرت من از تو 3 سوال دارم. یکم سوالم، در بین امت تو پهلوان کیست؟ امروز اگر برادران ما را سوال کنن شاید ما پهلوان هایی که در دیارمان داریم نام های همین ها را بگیریم، ولی پیامبر گفت پهلوان امت من آن کسی نیست که پشت مردم در خاک گذارد. یعنی مثل این گوشتینگیر هایی که ما داریم و مثال حریفش میگیره در زمین میخواباند. گفت پهلوان های امت من اینها نیستند. پهلوان های امت من آن کسی هست که خشم خودش غضب خودش فرو میبرد. سوال دهنده جوابش گرفت. گفت حضرت دویم سوالم، در بین امت تو به اولاد کیست؟ نفری که فرزند ندارد. امروز این سوال ها برای ما شود میگیم خیلی کسی را که خدا اگر ای نعمت فرزند محرومش که باشد میگیم وای به اولاد به فرزند. پیامبر گفت به فرزند آن کسی هست که از پیش از رفتن خودش فرزند او این دنیا را ترک نکرده است. یعنی در حدیث آمده است که فرزندایی که از ما نابالغ وقتی که دنیا را پدرود میکنند میروند، روز قیامت اونها برای پدر و مادرشون دعوای شفاعت دارن که من مقصد خدایا پیش تو دعوا میکنم، پیش تو من منزلت دارم که پدر و مادر مرا داخل جنت کن. گو کسی اگر فرزند از او گذشته نباشد، یعنی بین یا دستگیر در روز قیامت نداشته باشد، اینها را به اولاد میگن. جوابش گرفت. گو سیم سوال، پیامبر نازنین فقیر کیست؟ فقیر برادر مسکین فقیر. گو همین مسکین و فقیر کیست؟ امروز اگر بینین در ما میپرسن که مقصد در محلتان فقیرها کیان که مثال کمک مالیشون کنین، ما فقیر برادر عزیز همینها را میدانیم. پیامبر گفت که فقیر، گفت فقیر فقیرای امت من، گفت فقیرهای روز قیامتن. روز قیامت گفت من امتهای دارم که فقیرن مسکینن هیچ چیز ندارن. گفتن حضرت کیا هستن؟ گفت کسانی که در دنیا امکانیت داشتن که خیر کنن، احسان کنن، مبلغ گذاری کنن ولی نکردن. روز قیامت گفت این امتهای من فقیرهای روز قیامت به شمار می روند. برادران عزیز و خیلی گرامی، از همه شما من در عوض این صحبت هایی که دارم، من میتونم برادرای عزیز برای شما ساعت ها صحبت داشته باشم. میتونم انشاءالله از این آیت ها و حدیث های فراوان پیامبر نازنین به گوش شما سخنهای زیاد رسانم، ولی فکر میکنم که برای انسان میفهمیدگی میگه برای آدم دانا یک اشاره. محمد صاحب در کلیاتش میگفت یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم میگفت یک نکته هم کفایت میکند، و الا آدمی نفهمد مثل یک آدمی نابینا را در پیشش برده یک چراغ گذاشتنه. از این لحاظ من انشاءالله شما را از زمره کسانی میشمارم که شما خدا خواهد میفهمید، شما درک میکنید و انشاءالله
پر از برادرها و خواهرایی که من گمانم همه که طلبگار این ثواب هستند، خریدار این ثواب هستند. یک قصه در ذهنم آمد. در زمانهای حکمرانی هارون الرشید میگه رومی ها بر بالای مسلمان ها میگه هجوم کردند. مردم آمدن نزد هارون الرشید گفتن در فلان منطقه رومی ها بالای مسلمان ها هجوم کردند. مسلمان ها هیچ امکانی ندارن که از خودشان دفاع کنند. اون زمان برادرای عزیز در زمانهای هارون الرشید میگه واعظ همون زمان حضرت عمار بود. میگه آمدن پیش عمار گفتن حضرت اکو شما دعوتگرین، مردم گپ شما را با گوش می اندازه، مردم را رسانین که تا یگان مالی را کمکی را بیارن تا مسلمان ها یک قوت پیدا کنن و خودشان از هجوم این رومی ها مردم روم مقصد دفاع کنن. هر کس آورد مبلغ گذاری کردن برادر عزیز و زن میگه هیچ چیز نداشت. ببینین زن هیچ چیز نداشت. میگه وارد خانه شد و مویه های دراز داشت. مویه هاش میگه از بیخ برید و در داخل یک لطه پیچانید و میگه دستی به دست میگه به دست عمار رسید. وقتی که میگه عمار میگه کشاد میگه لطه را فکر کرد در داخلش یگان مبلغ، میبیند دو موی سری دراز از زن و یک مکتوب نویسانده شده است که بسیار از شما بخشش میپرسم که بجز همین دو موی سری که باید امروز من روزی یاردم است، روزی کمک است، باید یاردم کنم، بجز همین دو تار موی سرم هیچی نداشتم. از این لحاظ خواستم همین را هم برای شما روان کنم تا اینها را سر به سر کنین. حداقل پای یک شتر، پای یک حیوان اگر در همون حالتی مثال محاربه شما بسته هم که شود، من در همین ثواب شریک شوم و من هم در همین معرکه شما بی نصیب نمانم. برادران عزیز و گرامی، امروز انشاءالله این جامعه ما تا او حدی نیست که خواهرای ما یا برادرای ما عضوها و اعضاهای خودشان مقصد احسان کنند. لیکن من یک گویم باورم هست که وقتی مسجد می ساختیم مادرای بودن که حتی رفته چله هاشون دستمانه هاشون فروختن برای ثواب که ما صدقه جاریه می شود گفته آورده در مسجد ها مبلغ گذاری کرده بودن. برای این حرکت کنین. این روزها باز میگو میگذرد ولی این ثواب هم در دست شما دیگر باقی نمیماند. در تفسیر ابن کثیر خوانده بودم میگه در زمانهای پیامبرمون یک مرد پیش پیامبر آمد و گریه کرد. گفت مادر من خواب دیدم. گفت چی خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم که در دستش یک تیکه پخته است و آتش دوزخ که بر بالاش هجوم میکند با همون پخته آتش همون جهنم میزند. پیامبر گرامی تعبیر خوابی من چیست؟ گفت مادر رو در حیات همون مقدار یک پخته که داشت همون را که خیر کرده بود خدا در دستش داد که امروز خود از آتش جهنم دفاع کن. یعنی برادر عزیز صدقه، ولی من در اینجا بسیار چیزهایی را در ذهنم داشتم که فایده های صدقه چیه. یکی از فایده هاش همین است که صدقه روز قیامت هم سایبان تان می شود و هم یک آلت محافظت خودتان از عذاب خداوند می شود. چگونه این مادر مقصد از این صدقه کردگیش خودش از آتش جهنم نگه می داشت. یک حدیث در آخر می خوانم برادر با همین دعا می کنم. حدیث جناب امام منذری در کتاب الترغیب و الترهیبش می آورد در باب آدمانی که احسان میکنند. میگه پیامبرمون برادرای عزیز و گرامی گفته بود است که این صدقه المسلم تزید فی العمر. یکم وقتی که بنده ای که اگر احسان میکند خیر میکند چیزهایی را که الله میتید او را ما از مخلوقش گرفتن نمیتونیم. یک عمر تا خدای مهربان زیاد میکند. عمر آدم به سبب احسان برادرای عزیز خیر و احسان عمر آدم زیاد میشه. تزید فی العمر
و تمنع میتت سو. دویم همین که خداوند وقتی تو دنیا را پدرود میگوی، وقتی تو از این دنیا میگذری، میگه خدای مهربان چنان جان تمه گیرد که دیگرها آرزو میکنن که ای کاش مثل فلانی خداوند جان مرا گیرد. خیلی که بسیاری مردم بینین میگه در رمضان خدا جانش گرفت، در مکه مکرمه جانش گرفت، در مسجد جانش گرفت. بین در یک یعنی در راه های نیک جان تمه گیرد که همه آرزوی بگیم حتی همون جان دادن تر میکند. میگه دویم چیزی که خداوند میتید این است که تمنع میتت سو. هیچ وقت جان آدمی سخی را خداوند با بدنامی نمیگرفته است. 3 و یذهب الله بها الفخر و الکبر. میگه آدمی که اگر احسان کار باشد و خیر میداشتگی باشد و آدمی صدقه میکردگی باشد، خدا دو خصلت رذیله را از او میگیرد، یکی تکبری را، یکی فخر را. یعنی هیچ وقت در آدمی سخی خداوند این خصلت‌های رذیله را نمیمانده. یکی تکبر، یعنی آدمی ناپسند، آدمی مثال بگیم بسیار به هوا و هوس داده شده، آدمی که دیگرها را حقیر میشمارد و بسیار فخر دغدغه و دبدبه میکند که این خصلت اصلا هیچ کس دوست نمیدارد، حتی الله دوست نمیدارد. میگه من از انسانهایی که دستی سخی دارن من این خصلت ها را میگیرم و در جاش چی میتیم؟ در جاش خاکساری و حلیمی میتیم که آدمای سخی خاکسار میشوند و حلیم میشوند. دیگر هدیه‌ای که شما از احسانتان میگیرین، پیامبر گفت این صدقه تطفئ غضب ربی کما یطفئ الماء النار. دیگر هدیه‌ای که الله بر آدمی سخی میداده است این بود است که غضبش خدا در بالات خاموش میکنه، هیچگاه بالای تو غضب نمیکند، غضبش میپوشاند. چگونه ای که میگه آب آتش خاموش میکند، همچنان صدقه شما غضب خدا را خاموش میکند. برادران عزیز و گرامی، شیخ سعدی فرمود که زر و نعمت اکنون بیده کانی توست که بعد از تو بیرون ز فرمانی توست. با دنیا توانی عقبا خری بخر جانی عزیز ورنه حسرت خوری. زر و نعمت اکنون بیده کانی توست که بعد از تو بیرون ز فرمانی توست. با دنیا توانی عقبا خری بخر جانی عزیز ورنه حسرت خوری. همین جهازیر بودن ده میتونی آخرت بخری. انمی با احسانات، با خیرات، با دستگیریات برادر و خواهر عزیز میتونی که آخرت بخری. در آخر بازم از شما خواهش میکنم برادر عزیز و گرامی که عزیزای خدا میگن تو که از غم دیگران بیغمی نشاید که نامد نهن آدمی. شیخ سعدی میگه من تو را آدم نمیشمارم، امروز اگر در غمی برادرها و در غمی همدیارای خودت اگر شریک نباشی من تو را آدمم نمیشمارم. زین لحاظ برادرای عزیز و گرامی امروز همه ما غم شریک باشیم. امروز چی امکانیت داریم احسان ها بکنیم. خدا رحمت کنه شاعرها رو میگفت تنگ چشمان را به نعمت سیر کردن مشکل است، مرد میدانم که مرغی را ضیافت میکند. بینم نمی یک مردکی که در پیش مرغ دانه میپرتاید، من را مردک میگم که یا مرغ از ضیافت داده سه. گپ در سر یک دانه گندم نمیرود، گپ در سر چی میرود؟ دستگیری میرود. گپ در سر آن میرود که این دعوایی که ما داریم از دینداری و ایمانداریمون اینجا در اثبات خودش مییابد. الله همتون عمر دراز تیا، ایمان کامل تیا. بازم خدای مهربان این درد و این مشکلات از این جامعه ما، از این تاجیکستان محبوب ما دور بگرداند و با همون روزهای خوب و روزهای نیکی که داشتیم خدای مهربان با همون حالی همون روزا همه ما و شما را پس بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.